به نام خدا، به جلسه هفتم از دوره IELTS Writing Task 2 من خوش اومدیم. ما ابتدا این دوره رو شروع کردیم با درک درست از انواع تاسک ها در آزمون IELTS و اینکه سوالات چطور مطرح میشن و اینکه در پاسخ به هر نوع سوال ما چه اقداماتی رو باید انجام بدیم و چگونه باید متنمون رو بنویسیم. الان در مرحله هستیم که داریم در مورد ساختارها و نحوه نوشتن هر کدوم از پاراگراف های متنمون صحبت میکنیم. جلسه پیش من به شما آموزش دادم که چطور میتونید مقدمه مؤثر برای هر نوع essayی که ازتون خواسته شده بنویسیم. این جلسه رو ما قرار اختصاص بدیم به نحوه پردازش و بست دادن ایده هامون. اگه یادتون باشه چندین جلسه پیش در مورد برینستورمینگ صحبت میکردیم. من بهتون گفتم که یه مشکلی که خیلی از بچه‌ها دارن اینه که اصلا حرفی برای زدن ندارن. گاهی اوقات زبان آموزا میان به من میگن اصلا من اگه بهم بگن فارسی هم بنویس در مورد این، چیزی واقعا برای ارائه ندارم. چرا؟ چون در مورد این موضوع هیچ وقت فکر نکردم و حرفی برای زدن ندارم. گروهی هستن که مشکل ایده پردازی دارن، اما مشکلشون با این گروه اول فرق میکنه. به این معنا که این دوستان دلیل خیلی زیاد دارن. اگه شما مثلا بهش بگی که در مورد یه موضوعی اظهار نظر کنه، کلی حرف داره برای زدن، یه موضع مشخص داره، ممکنه حتی خیلی هم متعصب باشه روی اون موضعی که اتخاذ میکنه. اما اگر ازش بخوای که این دلایلش رو بیان کنه، میتونه دلایل رو براتون فهرستوار بگه، اما اگر ازش بخواین که هر کدوم از این دلایل رو توضیح بده، توانایی نداره یا اویدنس کافی، شواهد کافی، مثال و توضیحات قانع کننده برای اون دلایلی که میاره نمیتونه ارائه کنه. به عبارتی وقتی بهش بگیم که برینستورمینگ بکنه و یه فهرستوار مزایا و معایب موضوعی رو بنویسه، این کار رو به راحتی انجام میده. اما وقتی بهش میگیم حالا یه پاراگراف بنویس در مورد یکی از این دلایل و شرحش بده، اینجاست که کارش میلنگه. به خاطر همین هم هست که میگن a little knowledge is a dangerous thing. افرادی که یه چیزایی شنیدن، یک دلایلی به گوششون خورده، اما هیچگاه خودشون اونقدر کنجکاو نبودن که برن بررسی کنن ببینن اون دلایلی که حالا بهشون منتقل شده واقعا چقدر قابل اتکا هست و اینکه این دلایلی که اینها خودشون دارن باز به دیگران منتقل میکنن در اثبات نظرشون چقدر مبتنی بر آمار و شواهد و مستندات هستش. ما باید طی فرایندی که برای آزمون آیلتس آماده میشیم یاد بگیریم که چطور از ایده هامون پشتیبانی هم بکنیم. درسته؟ پس اگر به عنوان مثال بیایم برگردیم به یکی از جملاتی که من جلسه گذشته به عنوان تاپیک سنتنس برای شما نوشتم، اینو اینجا کپیش میکنم. میگه one important reason why influencers can be a positive medium for marketing products is that they are role models for many people around the world. اینجا من ادعام اینه که استفاده از اینفلوئنسر برای تبلیغات نکته مثبت هست و دلیلم اینه که این افراد الگو هستن برای خیلی از مردمان جهان. اوکی، خب این همه دلیل من رو مشخص میکنه، اما من قراره یه پاراگراف کامل بنویسم. یعنی باید در ادامه توضیح بدم که خب حالا رول مدل بودن چرا مهمه، یا رول مدل بودن یا الگو بودن برای مردم چگونه تاثیر میذاره روی مارکتینگ. حالا ممکنه بعضی شما بگین خب این که بدیهیات معلومه دیگه، مخاطب زیاد داره و کسی که مخاطب زیاد داشته باشه تبلیغات. درسته، برای شما این بدیهیات هست، ولی در آزمون آیلتس اینا میخوان ببینن شما چقدر خوب ولو همین بدیهیات رو میتونید برای یک نفر شرح بدین، توضیح بیارید و با مثال اون رو قانع کنید.
پس ما میخوایم اینجا الان یاد بگیریم که چطور تعداد کلماتمون رو برای هر کدوم از پاراگراف هامون که اگه یادتون باشه و اگه از شیوه من پیروی بکنید برای نوشتن بادی پاراگرافاتون، ما در هر پاراگراف یک مین آیدیا داریم که اون رو شرح میدیم و توضیح میدیم. یه نکته‌ای هم که اینجا من مجدد باید یادآوری کنم بهتون اینه که باید پاراگراف های شما بالانس باشه از لحاظ تعداد کلمات. یعنی اینکه اگر پاراگراف اول شما مثلا 70 کلمه است، پاراگراف دوم 50 کلمه است، پاراگراف سوم 30 کلمه، اینجا ممتحن ایراد خواهد گرفت به نحوه توزیع اون توضیحات شما ما بین این پاراگراف هایی که نوشتیم. پس دوباره بریم به بند دیسکریپترها یک سری بزنیم. زیر مجموعه تاسک ریسپانس اگه خاطرتون باشه وقتی که به نمره پایین تر نگاه میکردیم، مخصوصا حالا بیایم پایین به نمره 6 برسیم، ملاحظه میکنید که میگه main ideas are relevant، پس دلایلی که میارید مرتبطه به موضوع، but some may be insufficiently developed، بعضی از اونها ممکنه به اندازه کافی بست و توضیح داده نشده باشه. or may lack clarity، یا ممکنه خیلی واضح نباشه، یعنی منظورش چی از این main idea، درسته؟ یعنی توضیحات کمه دیگه. while some supporting arguments and evidence may be less relevant or inadequate. حالا قدرت بعضی از main idea رو هم اینجا اومده و توضیح میده. اما ببینید نکته‌ای که اینجا حائز اهمیته اینه که باید به طور مساوی به مین آیدیاتون در پاراگراف های بادی پرداخته بشه. خب سوال بعدی که پیش میاد اینه که خب چقدر من ساپورت کنم؟ چقدر نیازه؟ چند تا جمله باید بنویسم؟ مثلا بعضی بچه‌ها چونه میزنن با من تعیین نمی‌کنم تعداد کلمات رو، اما یه قاعده وجود داره: the more the better. هر چقدر شما بیشتر توضیح بدید مفاهیم رو، هر چقدر بیشتر مثال بیارید، تشریح کنید، این نمره شما رو میبره بالا. اما باید مد نظر داشته باشیم که خب من یه امتحان دارم میدم که این امتحان محدودیت زمانی داره، پس من نمیتونم هر چقدر میخوام توضیح بدم، درسته؟ باید با توجه به اون شرایط زمانی حاکم بر آزمون تصمیم بگیرم که چند جمله بیان کنم. یه مسئله دیگه هم که هست اینه که زیاد نوشتن برای کسی که خب خیلی مسلطه به زبان انگلیسی عالیه. چرا؟ چون داره توضیح میده و در عین حال زبان خودش و توانایی بیان مفاهیم رو به زبان انگلیسی هم به ممتحن نشون میده و خب این عالیه. اما برای خیلی از زبان آموزا زیاد نوشتن یعنی اینکه ریسک اشتباه نوشتن میره بالا. یعنی شما اگر مثلا بیاین هر بادی پاراگرافتون رو 100 کلمه بنویسین به جای 70 کلمه به عنوان مثال، اون 30 کلمه اضافه‌ای که دارید تو پاراگرافتون میارید، شانس این که توش یه اشتباهی در بیاد، کلمه نابجا استفاده بشه، ترکیبی به شکل صحیح به کار نره، خب طبیعتا خیلی زیاده، درسته؟ یعنی بیشتره به نسبت اون یکی. پس اونایی که مخصوصا زبانشون خیلی مسلط نیستن دقت کنن که زیاد نوشتن همیشه هم خوب نیست. اما اگه مشکلی ندارید در صحیح جمله تولید کردن، مرتبط نوشتن، خب چرا که نه، بیشتر هم بنویسین. اما باز هم سعی کنید بالانس رو رعایت کنید، ولو اینکه یه پاراگرافتون خیلی طولانی شده باشه. خب پس جواب سوال خودمو ندادم چند جمله یا چند کلمه باید بنویسیم. جوابش هست 2 یا 3 جمله به ازای هر body paragraph. پس support each main idea، پس هر main idea که یادتون باشه هر پاراگراف ما یک main idea داره، with 2 or 3، از قاعده خودمون پیروی کنیم، 2 or 3 supporting sentences. برای اینکه یه ایده حدوداً بهتون بدم از لحاظ اینکه خب تعداد کلمات هم اینجا مهمه دیگه، بیایم برگردیم ساختار پاراگراف بندیامون رو ببینیم. اگه یادتون باشه غالباً فرق نمی‌کنه که چه مدل اسه‌ای باشه. یه اینتروداکشن داریم، 1 یا 2 بادی پاراگراف داریم،
و یک conclusion. درسته؟ پس اینجا هم conclusion. برای اینکه حدودی شما بدونید دوستان چقدر باید بنویسین، ما مقدمه رو که با هم نوشتیم، درسته؟ و مقدمه رو معمولاً بر حسب تجربه میتونم به شما بگم که حدوداً 50 کلمه شما در مقدمتون میارید. سپس برای بادی پاراگراف ها اگر 3 تا بادی پاراگراف دارید، من فکر میکنم 60 کلمه در هر بادی پاراگراف برای شما خیلی میتونه کمک کنه که به تعداد کلمه مد نظر برسید. پس اگه 3 تا بادی پاراگراف داشتید 60 کلمه هر کدوم و خب میشه 180 تا، درسته؟ بعد 180 تا میشه 230 تا و خب شما حدوداً یه چیزی حدود 20 الی 30 کلمه هم توی کانکلوژنتون میارید. ملاحظه کردید؟ پس اگر بادی پاراگراف ها 3 تا باشه هر کدوم حدوداً داریم سعی میکنیم به 60 کلمه برسونیم. اما اگر بادی پاراگراف هامون تنها 2 تا بود، اونجا باید چیکار کنیم؟ خب طبیعتاً جور تعداد کلمات بیشتر رو، جور نبود یک بادی پاراگراف سوم رو باید تعداد کلمات بیشتر در 2 تا بادی پاراگراف اولمون بکشم که من معمولاً این رو توضیح میکنم، درسته؟ یعنی 90 کلمه حدوداً برای بادی پاراگراف اول و 90 کلمه برای بادی پاراگراف دوم. پس بادی پاراگراف سوم دوباره تاکید میکنم اینو ما آپشنال داریم، تو بعضی از موضوعها هست، تو بعضی از موضوعها نیست. پس اگر مثلا شما دارید موضوع advantages disadvantages مینویسین که یه پاراگرافتون مربوط به advantages هست و یه پاراگراف مربوط به disadvantages، تو پاراگراف advantageتون شما 90 کلمه سعی میکنید بنویسید و تو پاراگراف disadvantageتون هم 90 کلمه. اما اگر دارید مثلا برای یه موضوع opinion مینویسین که 3 تا بادی پاراگراف دارید، خب هر کدوم از اون بادی پاراگراف ها این بار باید به عدد 60 برسه. پس 60 کلمه و اینطور ملاحظه میکنید که چطور 250 کلمه رو داریم حدوداً اینجا توضیح میکنیم بین پاراگراف ها. اما این نکته هم مد نظرتون باشه که این اعداد حدودیه برای اینکه فقط بهتون یه نسبتی من داده باشم و اعداد حداقل هستن، درسته؟ یعنی ما مثلا وقتی من میگم introduction 50 کلمه، انتظارم اینه که 50 کلمه یا بیشتر بنویسید. کمتر از 50 کلمه خب طبیعتا این ریسک رو ایجاد میکنه که ما ورد کاونت کلیمون بره زیر 250 و خب قبلا به شما توضیح دادم که این خودش میتونه روی نمره شما تاثیر بذاره. چرا؟ چون دوباره اگه ما برگردیم به بند دیسکریپتر ها اینجا ملاحظه میکنید که در مواردی مثلا وقتی که نمره میاد پایین شما ملاحظه میکنید که تعداد کلمات تاثیرگذاره. مثلا نمره 1 گفته 20 کلمه یا کمتر، درسته؟ مثلا طرف در این حد نوشته. ولی موارد دیگر رو هم اگر ملاحظه کنید در تاسک ریسپانس نرسیدن به تعداد کلمات، چون مثلا وقتی که میگه the prompt is tackled in a minimal way the answer is tangential، درسته؟ وقتی میگه prompt رو کامل جواب نده یعنی تعداد کلماتی هم که در صورت مسئله تعیین شده به اون هم طبیعتاً فرد نرسیده. خب برمیگردیم دوباره به بحثمون. پس 2 یا 3 تا جمله رو ما میخوایم در توضیح این مین آیدیایی که توی تاپیک سنتنسمون گفتیم بیان کنیم. من این حالت بولد فیس و غیر رو هم برمیدارم که فقط یه جمله ساده داشته باشیم. خب شما ممکنه بگین اوکی پس 3 تا کلمه، این 3 تا کلمه چی باید باشه؟ چند تا استراتژی وجود داره برای اینکه شما بتونید به تعداد کلمات مد نظرتون در اون بادی پاراگراف بنویسین و 2 تا 3 تا جمله رو مشخص کنید. اولین استراتژی اینه که چه سوالاتی رو اصلا ما بایستی جواب بدیم. دوباره برگردیم به مین آیدیامون. میگه one important reason why influencers can be a positive medium. پس یه دلیل دارم میارم چرا اینفلوئنسرها مثبت هستن، تاثیر مثبت دارن. is that they are role models for many people around the world. اوکی؟ خب اینا الگوان، در نتیجه استفاده ازشون در تبلیغات میتونه خیلی مثبت باشه. خب سوال اولی که بر من پیش میاد اینه که how یعنی چی؟ یعنی چگونه داشتن
طرفدارای زیاد یا الگو بودن برای خیلیا در این دنیا میتونه باعث موفقیت در آنلاین مارکتینگ محصولات بشه. درسته؟ یعنی شما داری میگی A منجر میشه به B. درسته؟ داشتن طرفدارای زیاد آنلاین منجر میشه به مارکتینگ کمپین موفق. چگونه این منجر میشه به اون؟ درسته؟ اون حلقه های علت معلولی ما بین رو اینجا بشکن و برای مخاطبت توضیح بده. پس اینجا ما داریم چیکار میکنیم؟ explaining. به عبارت دیگه شما هرگاه خواستی explain کنی توی آزمون، هرگاه یک مین آیدیا داشتی و قرار بود که اون رو بیای برای مخاطبت توضیح بدی، از خودت اول بپرس کاز من چیه و افکت من چیه. درسته؟ چه علتی رو میخوام به چه معلولی ربط بدم. اینجا کاز هست چی؟ Having many followers and being a role model. درسته؟ این کاز منه. افکت چیه؟ افکتش اینه که منجر میشه به موفقیت در مارکتینگ. درسته؟ مثلا it results in successful marketing campaigns. حالا سوالی که پیش میاد اینه که how بهم توضیح بده و من میخوام از استراتژی how اینجا استفاده کنم. در جواب چی میگم؟ ببین جملات چی میگم. اول میگم که many online personalities are followed by millions of individuals who want to know about every aspect of their life. Okay? پس خیلی از این پرسنالیتی ها میلیون ها فالوور دارن که تمام جنبه های زندگی اونا رو دنبال میکنن و میخوان در موردش بدونن. درسته؟ بعد میگم که this includes the products they use on a daily basis such as، حالا اینجا میتونم مثال هم بیارم ولی فعلا چون میخوام فقط توضیح رو اینجا روش فوکس کنم دیگه مثال رو واردش نمی کنم، اما خوبه میتونید شما اینا رو بعداً ترکیبی هم به کار ببرید. پس ببینید دارم پله به پله مرحله به مرحله این ارتباط علت و معلولی رو مشخص میکنم. میگم خب اگه نمیدونی آنلاین پرسنالیتی ها یه عالمه فالوور دارن، این فالوورها همه چیز زندگی اونا رو میخوان بدونن، من جمله این که چه محصولاتی استفاده میکنن. درسته؟ پس میگیم که this is an excellent opportunity for companies to introduce their products to a wide range of potential customers. Okay, پس این یه راه خیلی خوبه که محصولشون رو بازاریابی کنن به بازه گسترده‌ای از خریدارها. درسته؟ پس ببینیم من 3 تا جمله نوشتم که این مین آیدیا رو توضیح بدم. حالا بیایم سرهمش کنیم. البته اینو باید به شما بگم نحوه جمله ها این که چجوری سرهم بشن، چجوری لینکشون کنیم به هم. من یه جلسه جداگانه به شما قراره در مورد انواع کانکترها، لینکرها و اینکه جمله هاتون رو چجوری به هم گره بزنید به طوری که یه متن منسجم ازش در بیاد. در این رابطه یه درس جداگانه دارم که در خدمتتون خواهم بود. اما در حال حاضر امیدوارم شما فقط متوجه شده باشید که چطور با استفاده از استراتژی explaining من علت رو به معلول در این مین آیدیای خودم ربط دادم و 3 تا جمله در توضیح اون آوردم. فقط با همدیگه یه دور میخونمشون که فقط ارتباط مفهومی رو متوجه بشین. But one important reason why influencers can be a positive medium for marketing products is that they are role models for many people around the world. Many online personalities are followed by millions of individuals who want to know about every aspect of their life. This includes the products they use on a daily basis. This is an excellent opportunity for companies to introduce their products to a wide range of potential customers. اشکال اینجا خیلی درگیر زبان نباشه، یعنی مثلا این جمله هم با this شروع میشه، اینم با this شروع میشه.
بعدن ما ممکنه به طرق مختلف تنوع دستوری تو جملاتمون ایجاد کنیم. پس نگران این که حالا مثلا جملات مثل هم شده یا چجوری اینا رو به هم دیگه ربط بدم فعلا نباشید. خب این شد استراتژی اول explaining که ما کاز رو سعی میکنیم به افکت ربط بدیم. درسته؟ این استراتژی اول رو من یک جا میارم و اما بریم سراغ دومین روش برای توضیح دادن مین ایدیامون و اون استفاده از examples هست. درسته؟ پس اینجا ما میخوایم بگیم خب چه مثالی براش داری؟ شما داری میگه آنلاین پرسونالیتی نمیدونم فالوور زیاد داره، چه مثالی براش داری؟ خب من اینجا مثلا میتونم بیام مثال پس من اینجا اجازه بدیم من بگم اینو explanation، مثالی هست از توضیح و اینجا حالا میخوام از تکنیک exemplification که توضیح دادن یک مثال با یه مثال هست. درسته؟ خب دوباره مین ایدیام هست اینفلوئنسرها میتونن مفید باشن در مارکتینگ به خاطر اینکه الگو هستن. حالا من اینجا مثلا میتونم بگم که Cristiano Ronaldo is a world famous soccer player commonly referred to as the greatest of all time, right? He's the GOAT, as they say. خب اینو من توضیح دارم. بعد میتونم بگم که Ronaldo holds the record for the most number of social media followers on Instagram. Right? He has paired up with many companies to market their products, most of which have been a stellar success. خب میتونستم جزئیات بگم، میتونستم بگم که مثلا اکس بادی اسپری نمیدونم هرچی فاین تر خاص‌تر باشه بهتر. حالا من واقعا با توجه به اون شرایط آزمون ممکنه محصوله به ذهنم نرسه، اما ببینید دارم کلی میگم. حالا یکی ممکنه اینجا منو متوقف کنه بگه و مثلا کریستیانو رونالدو نیست. نمیدونم چند وقت پیش فکر کنم یکی به من گفت Selena Gomez number one record holder for most followers، بیشترین فالوور رو نمیدونم سلینا گومز داره به عنوان مثال. It doesn't matter. توی امتحان شما رو فکت چک نمی‌کنن. یعنی هیچ وقت نمیان بگن که او ویکی‌پدیا چیز دیگه ای میگه یا من رفتم سرچ کردم. توصیه نمی‌کنم یه چیزی کاملا الکی بگین، توصیه نمی‌کنم یه چیزی رو مثلا خلاف عقل بیان کنید. ولی ببینید در مثال من اگه حالا به جای کریستیانو رونالدو من نمیدونم یه نفر دیگر رو میگفتم، باز هم اون مین ایدیای من و پوینت من سر جاش باقی میموند. پس خیلی درگیر فکت چک و درست بودن و 100% حرفش میدونید خطایی نداشته باشه نباشید. به جاش سعی کنید حرفی رو بزنید که در کل منطق داره و قابل درک. خب پس من اینجا به شما نشون دادم چطور میتونید یک مین ایدیا واحد رو هم از طریق explanation توضیح بدید و هم از طریق exemplification. یه تکنیک سوم هم هست که من خیلی دوست دارم و به اون میگن تکنیک contrasting. contrasting یعنی چی؟ یعنی اون همون برهان خلف آوردنه. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا من برای اینکه مثال میزنم، البته روش درست نیست. گاهی اوقات شما وقتی که یه تیمی رو خیلی دوست داری، مثلا اگه من طرفدار نمیدونم لیورپولم، برای اینکه بگم تیمم خیلی خوبه گاهی اوقات میرم میگم چرا اون تیمی که رقیب همیشگی من بوده، مثلا حالا چلسی یا آرسنال یا هر چی، چرا اون تیم بدیه؟ درسته؟ چرا اونا موفق نیستن؟ حالا شما ممکنه بگین خب عدم موفقیت اونها الزاما به معنای موفقیت تیم مورد نظر تو نیست.
و این حرف شما درسته، اما این یه تکنیکیه که خیلی خیلی زیاد استفاده میشه و بعد در شرایطی که به ما دو تا گزینه دادن، گفتن X بهتره یا Y، درسته؟ مثلا اگه بگن لیورپول بهتره یا چلسی، اینجا من میتونم بگم مثلا حالا چلسی تیم خیلی خوبی نیست لذا لیورپول تیم بهتریه. متوجه شدی چی شد؟ به این کار میگن چی؟ کانترستینگ، برهان خلف، رد کردن گزینه ها و اکسپلینیشن های دیگه برای اینکه نشون بده گزینه‌ای که شما دارید ازش پشتیبانی میکنید دلیل قوی تر و قانع کننده تری هست. بیام ببینیم اینجا مثلا من چطور میتونم از این تکنیک استفاده کنم. دوباره سوال میگه چی؟ میگه که اینفلوئنسرها نقش مثبتی دارن در مارکتینگ. چرا؟ به خاطر اینکه رول مدل هستند. اوکی، خب من چجوری میتونم برهان خلف برای این بیارم؟ اینجوری میگم که by relying on traditional marketing methods such as posters, billboards, and television ads, you are not guaranteed to always reach a broad range of audiences. درسته؟ میگم که اگه شما از میدونید traditional marketing استفاده کنی، معلوم نیستش که چقدر آدم ببینه. درسته؟ چون حالا مثلا در ادامه میتونم توضیح بدم، به خاطر اینکه این بستگی داره به شرایط، به موقعیت، right? This is because the visibility of your advertisement will depend on a variety of factors beyond your control. که حالا مثالم میتونستم بیارم که من نیاوردم. میگم که چرا اینطوریه؟ به خاطر اینکه خیلی مؤلفه هست. به عنوان مثال حالا اینجا میتونستم بگم، ولی خب مثال رو عرض کردم میخوام جداگانه باش برخورد کردیم. مثلا شما اگه بیلبوردتون رو توی شهری زدید که هر ساله تعداد زیادی مسافر میاد و شما امیدوارین که مسافرها بیلبورد شما رو ببینن، اگر یک پدیده پیش بیاد، پدیده مثلا زیست محیطی پیش بیاد یا شرایط جوی طور دیگه‌ای پیش بره، ممکنه اون مسافرها برنامه‌شون تغییر کنه و هرگز بیلبورد شما رو نبینن. اما وقتی که با کریس رونالدو کار میکنید میدونید چقدر فالوور داره و احتمالاً تمامی اینها اون محصول شما رو خواهند دید. درسته؟ پس اینجا ما میایم یک مثال هم مثلا میتونیم بیاریم، اما دقت کنید که کانترستینگ به تنهایی خیلی خوب نیست. معمولا باید ترکیب بشه با یک تکنیک دیگه‌ای که تاثیرگذاری خاص خودش رو داشته باشه. حالا اینجا فقط برای اینکه 3 تا جمله برای هر کدوم از این حالت‌ها بزنم، میگم که television programs also depend, or television programs also tend to experience fluctuations in viewership which will affect the ad and how many people end up seeing it. Okay? خیلی سعی کردم محاوره رو سریع بگم، اما دقت بفرمایید در این 3 جمله‌ای که برای کانترستینگ استفاده کردم، من صرفا دارم میگم روش‌های دیگر به خوبی استفاده از آنلاین اینفلوئنسرها نیست. درسته؟ حالا روز آزمون شما میتونید یه مین آیدیای واحد رو با ترکیبی از این 3 استراتژی برای مخاطب بیان کنید و توضیح بدید. به عنوان مثال من میتونم بیام پس از اینکه مین آیدیا رو تو جمله اول تو تاپیک سنتنس هم بیان کردم، در ادامه بیام بگم خب خیلی از پرسونالیتی ها فالوورای زیاد دارن و اینا محصولاتی رو در هر روز استفاده میکنن. بعد بیام مثال کریستیانو رونالدو رو بزنم و اینکه چطور محصولات زیادی رو تونسته به
فالووراش بفروشه، بعد بیام بگم اما اگر شما از روش‌های دیگه استفاده می‌کردین، ملاحظه کردید من بس میتونم در یه پاراگراف ترکیبی از این استراتژی‌های explanation، exemplification و contrasting رو لابلای هم استفاده کنم. یا حتی میتونم فقط روی یک استراتژی تاکید کنم، یعنی مثلا مین آیدیامو اینجا داشته باشم و تنها 3 جمله در توضیح اون بنویسم، یا 2 تا جمله توضیح و 1 جمله کانترستینگ. این دیگه به شما برمیگرده که چه مین آیدیایی دارید و کدوم یکی از این استراتژی ها میتونه براتون مثمر و ثمرتر باشه در توضیح مین آیدیا. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، در explaining یک سوال بود how، درسته؟ پس چگونه آنلاین اینفلوئنسر ها و داشتن فالوور زیاد منجر میشه که مارکتینگ موفق تر باشه اگه با این افراد کار کنیم. خب چگونگی رو من به شما توضیح دادم، بلکه یه سوال دیگه هم که هست so what هم میتونه یه نوع explaining دیگه به دنبال داشته باشه. یعنی چی so what؟ یعنی که اوکی من قبول میکنم که داشتن فالوور زیاد میتونه باعث بشه که مارکتینگ کمپین موفق باشه. so what؟ خب اینجا so what برای ما مشخصه، خب معلومه دیگه مارکتینگ، هدفمون مارکتینگ هم موفق تر میشه. اما در مورد بعضی از سوالات شما میتونید X رو به Y، کاز رو به افکت، علت رو به معلول ربط بدین، اما بعد از اینکه این ارتباط رو ایجاد کردید ممکنه مخاطب بگه خب که همه اینو قبول دارم، ولی این چه مزیتی محسوب میشه برای این بحث مورد نظر ما؟ متوجهین؟ اونجا شما میتونید با جواب دادن سوال so what یا که چی، حالا اگه فرصت بشه در دروس بعدی من به شما توضیح خواهم داد که چطور میتونید با استفاده از پاسخ دادن به سوالی مثل سوال so what مین آیدیای خودتون رو تقویت کنید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. یه تمرین براتون دارم، توی دیسکریپشن این ویدیو برای شما یه موضوعی رو گذاشتم، یه مین آیدیایی هست و ازتون میخوام که توی کامنت ها بهم توضیح بدید چجوری قصد دارید این رو شرح بدید، بست بدید، ساپورت کنید، از چه استراتژیایی قصد دارید استفاده کنید. برام بنویسین از چه استراتژیایی توی جملاتی که با هم به اشتراک گذاشتید استفاده کردید و خوشحال میشم که باهاتون یه بازخوردی در مورد اون ایده هاتون بدم. خوش باشید و در ویدیو بعدی شما رو میبینم.